سلام، اینجا پروگرام پلاسه. توی این ویدیو میخوام 5 تا از رایج‌ترین اشتباهاتی که برنامه نویسا در جاوا اسکریپت انجام میدن رو با هم بررسی کنیم. اشتباهاتی که شاید ساده به نظر بیان ولی میتونن باعث ساعت‌ها سردرد و باگ‌های عجیب بشن. اگر جاوا اسکریپت کار میکنید این ویدیو میتونه واقعا بهتون کمک کنه. بریم که شروع کنیم. خب میرسیم به اشتباه اول. اشتباه اول کجاست؟ خب ببینید، این عملگر برابریه. این عملگر چی کار میکنه؟ این عملگر یک مشکلی که داره اینه که قبل مقایسه میاد دیتا تایپ ها رو تغییر میده، یعنی دیتا تایپ ها با هم برابر میکنه و 0 برابر با این 0 نیست. ولی اگه ما یک خروجی بگیریم ازش میبینید که خروجی رو تورو نمایش میده که این اشتباهه. به جاش ما میتونیم چی کار کنیم؟ به جاش ما میتونیم به جای این عملگر از این عملگر استفاده کنیم که این به صورت دقیق دو طرف رو بررسی میکنه و مقایسه میکنه که دیگه باگ‌های عجیب هم رخ نمیده. اگه الان چاپ کنیم میبینید که نتیجه درست که همون فالس هست و بهمون نشون میده. خب اشتباه دوم مربوط به هایستینگه. هایستینگ چیه؟ نگاه کنید، داخل قبل اکمال اسکریپت ما ور رو داشتیم. ور چی کار میکرد؟ یعنی الان اگه ما از ور استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه بخوام درست بگم، وقتی ما از ور استفاده میکنیم مرور به طور خودکار خط رو به بالای اسکوپ منتقل میکنه. شاید بگید این خوبه، ولی نه. این مرور وقتی که این رو به خط بالا منتقل میکنه مقدارش رو منتقل نمیکنه. یعنی که اگه ما این رو الان خروجی بگیریم بهمون آندیفایند رو نشون میده. برای چی؟ برای اینکه مقدارش اصلا تعریف نشده. ولی اگه بیایم به جای این از لت استفاده کنیم چی میشه؟ شاید بگیم نه درست میشه، ولی خب نه، ارور میده. دلیلش چیه؟ دلیلش این که لت امتره و این رفرنس ارور اینا میگه که نباید قبل اینکه اون رو مقدار دی کنید ازش خروجی بگیرید. پس دیگه از ور استفاده نکنید، به جاش از لت و کانست استفاده کنید که هم کدتون ایمن‌تر باشه، هم دیگه ور منسوخ شد یه جورایی اگه بخوام بگم. اشتباه سوم در فراموش کردن استفاده کردن ریترن در ارو فانکشن است. یعنی چی؟ ببین وقتی که ما از آرگومان استفاده میکنیم حتما باید ریترن بذاریم، وگرنه مقدارمون آندیفاین میشه، همونجوری که اینجا واسه نوشتم. اگه ما خروجی از این بگیریم میبینیم که آندیفاینده. پس چی کار کنیم؟ ما که اینجا ریترن هم نمیتونیم بریم، به سادگی آرگومان الکی رو پاک میکنیم وقتی که نیاز به ریترن نداریم. وقتی که این کار کنیم مقدار به درستی نمایش داده میشه و اشتباه خیلی ساده هم هست یه جورایی. خب میرسیم به اشتباه چهارم. اشتباه چهارم چیه؟ اشتباه چهارم اشتباه از async و await. خب این اشتباه چطوریه؟ ببینید ما باید هم جیسون ها رو await کنیم و هم فچ ها رو. حالا دلیلش هم بهتون میگم. پس به جای این باید از چی استفاده کنیم؟ به جای این باید از await اینجا استفاده کنیم و اینجا هم از await استفاده کنیم. خب شاید بپرسید دلیل این کار چیه؟ ببینید دلیل این کار اینه که هر دوشون پرامایز برمیگردونن، یعنی هر دو عملیات زمان بر هستن و جاوا اسکریپت بلافاصله نتیجه واقعی رو به ما نشون نمیده. اگر await نذاریم ما به جای داده واقعی پرامایز تحویل میگیریم و ادامه کد با اطلاعات ناقص اجرا میشه. و مثلا وقتی ما این قسمت داخل فچ await رو برنگردونیم و فچ رو await نکنیم، یعنی که درخواست هنوز کامل نشده و برنامه فکر میکنه که اون درخواست انجام شده. پس نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که کد از داده‌ای استفاده میکنه که هنوز آماده نیستن. ممکنه خطای آندیفاین یا cannot read property رو بگیرید. خب یا میتونه یه باگایی بسازه که پیدا کردنشون واقعا سخته. پس ما از await استفاده میکنیم تا مطمئن بشیم درخواست کامل شده، داده جیسون آماده شده و برنامه فقط وقتی ادامه پیدا میکنه که همه چیز واقعا درست برگشته. و اشتباه آخر تغییر مستقیم توی آرای است. ببین وقتی که ما با استفاده از پوش یا اسلایس یک آرایه رو تغییر میدیم، مرجع اصلی آرایه تغییر نمیکنه و
داخل فریم ورک های مثل ریاکت و ویو این خیلی مشکل ساز میشه. پس به جای استفاده از این ما میایم و یک آرای جدید کلا درست میکنیم. پس من اینو پاک میکنم و به جاش یه ورژن جدید از همون آرای درست میکنم به این شکل کانستینیو آرای. و اینجا به جای اون 4 رو اینطوری اضافه میکنم که دیگه دوچار هیچ مشکلی هم نشیم. و این بوده از 5 تا از اشتباهاتی که خیلی از برنامه‌نویس‌های جاوا اسکریپت انجام میدن. با جلوگیری از این اشتباهات هم کد تمیزتر میشه، هم باگ‌های عجیب کمتر میبینیم. اگه دوست داشتید قسمت‌های بعدی هم میسازم و اینکه لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.